جانم سلام عرض کردیم. سلام. حال شما چطوره؟ خوبین؟ مرسی ممنون. شما خوبی آقای شفیعی؟ قربون شما جونم بفرمایید. اصلا نباشید. شما فدای شما جونم بفرمایید. شما خوب هستی؟ متشکرم. شما خوب هستین؟ مرسی ممنون. شما رو فقط باید خوابوند و کرد. خجالت بکش شدی که کلفت بیشرف. مثلا این لیوان رو فروختم به شما، اجاره دادم به این، آبش هم میگن آقای چیز بخوره، آقای میثاقی بخوره. میخوری؟ هومن در زنجان. آقای هومن سلام بر شما. صحبت‌های بین آرمین و بیننده قبلیمون رو شنیدید، نظرتون چی هست؟ با کدومشون موافقین؟ من از طرف جمعی از دانشجویان فلسفه که بسیار یونسکو رو دوست داریم میگم که کیرم خونه. الو بفرمایید. من اولا معذرت خواهی میکنم از طرف اون بیننده که اومد دیالکت کرد. بعد در مورد من واقعا متاسف شدم امثال این بچه کونیت آقای امید لطفا تکرار نکنید این صحبت ها رو در برنامه نوبت شما. ازتون خداحافظی میکنم. 2044 77 86 200 548 شماره SMS هست که میتونید برای ما پیام هاتون رو بفرستید. بریم پیش نیما. کیروش برانکو به نظرتون کدوم درست بودن؟ من بین کیروش و برانکو حشمت مهاجانی رو انتخاب میکنم. عجیب. چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ کجایی ما دیدیم؟ هیچ کی مارادونا نمیشه. اگرم بشه مارادونا نمیشه. گل زیادی نخور. بسته این کیکو با بدید. بازم مثل همیشه آقای کوروش باقری اب نده دستم هست. تولدت مبارک. بیا اینجا کوروش، بیا اینجا. من خیلی ممنونم. کوروش اجازه میدی؟ بفرمایید. آره. محاله. یه ذره فقط، یه کوچولو فقط. بچه دستمال حاصل کنید. عزیزم. مرسی. لپشم بزنیم. آها. گو میخوری؟ نه شما رو دیگه. آقای فرید نظر شما چیه؟ زیبایی رو در چی خلاصه میکنی؟ با درود خدمت شما و همه بینندگان عزیز. من از شما با اجازهتون بگم شاید شما خانم زیبایی نباشین ولی من خودم به شخصه با همین ظاهر بدم نمیاد بکنم تو کونت بذارم. واقعا بدم نمیاد. معذرت میخوام. زشته. تیمی که مردم پشت اون تیم نباشن 2000 نمیارزه. مردم باید تیم رو حمایت کنن تا این تیم بتونه موفق باشه. دلیل موفقیت تیم عربستان امروز حمایت ملی از عربستان بود. دلیل ناکامی تیم ملی ایران دیروز عدم حمایت ملی از ایران بود. چی داری میگی؟ آره مثلا گوگوش خیلی دوست دارم. نه سنتی. آره بخونه. نه سنتی قبلش باید بهش بگید چی بگید. ما هم گوش میده دیگه. ما شجریان گوش میده. نه اونم نمیتونی مثلا. آره شارم نظری اما اصلا گوش ندادید. حالا یه کار ریز کوچولو رفتم راجع به پیپ گواردیولا داشتم میخوندم، خیلی جالب بود. میگفتش که گفتی کیو خوندی؟ چی؟ نفهمیدم. زنی داشت تو گوشم حامد حرف میزد. اسم یارو گفتی اسم کیو؟ چی گفتی اسم کیو؟ چی؟ چیه؟ چی گفتی؟ نه بگو. پیپونه که میکشن. چیه؟ پپ. تو اونی؟ تو تیمای پیپ همیشه کاپیتانشون کاپیتان بلک بوده. باش. بفرمایید رو خط هستین. سلام سلیم جان. سلام عشق من. بسیم. قربونت برم. مرسی از برنامه‌های خوبتون. میخواستم تشکر کنم بگم که امشب واقعا خوشگل شدین. لباستون خیلی قشنگه. مرسی عزیز دلم. آخه پیرزن تو رو که به این حرفا تخمی. Exactly. Same as you. بفرمایید. بله همین الان رقصتون رو دیدم خیلی قشنگ بردین برقصین. من و خانواده‌ام نشستیم داریم فقط مسخره‌اش میکنیم. تنده. چرا اینقدر بیشوری؟ درود بر شما آقای محترم. فقط میخواستم زنگ بزنن سال نو رو به شما تبریک بگم و بگم شما فقط کامران شد. مقداری خندیدیم. خانم سلیم بفرمایید عزیزم. حالتون خوبه؟ شما خوب هستین؟ قربون شما. بفرمایید. یه خواهش ازتون داشتم. بفرمایید عزیزم. میتونم کستتون رو بفرمایید. بیا اینو بخور. بفرمایید. میتونم با خانم سلیم صحبت کنم؟ بفرمایید. خانم سلیم
بفرمایید. سلام سلین جان. سلام آقای محترم. عزیز هستم، از شیکاگو زنگ میزنم. عزیز ایران بفرمایید. خوبی؟ تشکر دارم، بفرمایید عزیزم. خاک تو سر. بله اسمتون؟ من اسمم جماله، جمال از هامبورگ. سلام جناب، احوال شما؟ بفرمایید. واسه شما خیلی ممنون. بسیار خانم مثل شما هستین. یکی از بهترین کاراشو یعنی رو زمین گذاشته واقعا. خیلی لذت میبریم از سیمای شما، همجور شمایی کامران بسیار زیبا پارسی صحبت میکنید. مرسی. خیلی زیبا میرقصید. قربان شما. And I was wondering to know خانم سلین شما تقریبا شیمیل نیستین؟ بطوشه. تشکر دارم، بفرمایید. چقدر زیر میزنی تو؟ زر نزن به ننه من دشمون نده. سلام، خسته نباشید. سلام سلین شو بفرمایید. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، بفرمایید قربان. من رو ارش هستم. بله. میخواستم بگم که واقعا خیلی قشنگ رقصیدن ایشون. ما الان در حدود 2 ساعت نشستیم اینجا فقط داریم به ایشون میخندیم. خود محمد لشکربلوکی بهترین غذایی که دوست داره آب دو خیار است و ادکلون شخصیش هم که استفاده میکنه پرمنبلو هست. پدرش هم 11 هکتار زمین زراعی داره در بندرگاز. بکیرم الان من چیکار کنم؟ آقای صفیری سلام. سلام بر شما. خسته نباشی آقای صفیری، من خودم یه پیک موتوری هستم که توی شرکت باسپا هم کار میکنم. بفرمایید. بعد پیک موتوری اونم توی مرکز شهره. بله. من الان یه چند ساعتی تو میدون فلسطین گیر افتادم، بنزین هم تموم شده. یه 4 لیتر بنزین ما برسونیم، ما حداقل تا خونه برسیم شب جمعه. من یه شرکت فروش خدمات رایانه‌ای دارم توی تهران. بعد از شرکت هایی که استفاده میکنیم خیلی شرکت های پیک موتوری زیاد هستن. بعضی شرکت هایی که خودشون وسیله ها رو میخرن از پیک های خودشون استفاده میکنن، مثلا شرکت چیتوس. این میمون چیتوس موتوری. بله اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. من میخواستم بگم این آقایی که زنگ زد بنزین تموم کرده بود، من همون حوالی هستم. به تخمم. آقای فرهودی، همونطور که میدونید افسردگی در بین دخترهای جوان خیلی شایع شده و این بی علت نیست. همین امروز نیروی انتظامی رژیم اعلام کرد که دختر خانم هایی که مانتو تنگ، شلوار کوتاه، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز و هوا حسنی توی شلمرو یا پایین روستای مادر قهوه هدایت شده به چراگاه ایدئولوژی. بنده پسرداری دکتر بابک نهرین هستم. آقای بابک نهرین باور بکنید خیلی آدم فعالی هستن، خیلی آدم نازنینی هستن. شب و روزگار خوش.